سلام دوستان، حالتون چطوره؟ اومدیم با اولین ویدیو یوتیوب من، یعنی گیم پلی پسرخوانده. خب دوستان، یه نکات مهمی رو میخوام بهتون بگم. بعد اولندش، من از سال 96 پسرخوانده عرضه شد دارم بازی میکنم و خدا رو شکر خیلی از این بازی هم راضیم. و خلاصه گیم زیبایی، گیم قشنگی، هم ترکیب استراتژی و اکشن، چون ترکیب گیم خیلی مهمه. بعد سایکان میزان سوز خیلی خلاصه پیشرفت داده. این وضعیت اکانت منه که تمام کاراکترها رو هم داره. 3 کاراکتر مدل زون 5 داره. نمیدونم شما اگه به بازی پسرخوانده علاقه داشته باشید میدونید که مدل زون 5 چقدر کاراکترش زونش زیاده. و خلاصه هر زدن رو ولش کنید بدون معطلی بریم سراغ جنگ. خب دوستان، الان باید بازی انتخاب کنم. من چون همیشه زیننده رو برمی کنم، خطش میزنم، چون واقعا ترکیبای سمی رو باش میزنن که من زیاد باش میونه خوبی ندارم. خب آدم کریم سوسکی ترکیبم شده هیفا کریم طلعت. طلعت هم اینجاست. خب شاین تکتی رو میخواد بگی. شاهین تکتی حیف اسکارپیون طلعت بدتینت افسون استوار. میریم سراغ تلسمم زمین گیره هیفا رو مخفی نکنه. این چیکارش میکنه؟ ولی به هیفا دمیج زیادی میخوره. مطمئنم میبازمش، مطمئنم، چون باید اول تاله مرگ به سراغم. یا خدا خط رو بزنه افسون بزنه به ساسون، اون ساسون رو اگه بزنه نابود میکنه. ضربات ساسون وقتی یک نفر رو میکشه به حدی قوی میشه که خدا سرشاهده بزنه آدممون رو میکشه. خب بزنه کجایی شاید که ساسانتو کشتن. نوبت بعد میمیره. بعد از با یه خوششانسی زدش به ساسان. این بود از بازی امروز من. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. کانال منو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، لایک کنید که انشالله تولید محتوای جدیدم در راهه. دوستان، من گفتم بیام یوتیوب ویدیو بذارم و الان این وضعیت قیمت الماساست، سکه ها، وضعیت کلا فروشگاه. دوستان حتما حمایت کنید تا کانال ما پیشرفت کنه و ویدیوهای جدید بذارم. به امید دیدار.